خب رفقا سلام، به ادامه سومین قسمت دیالوگ خوش اومدین. تو این قسمت قرار در رابطه با نجات ایران صحبت کنیم. زمان کمی داریم و میدونم که شاید شما هم دنبال نتیجه گیری هستین، اما خب خیلی از گفتگوها نمیشه نتیجه گیری قطعی در رابطه با یک موضوع رو از اون پنداش کرد یا حالا مثلا برداشت کرد. نه، شما میتونید مطالب مفیدی رو از دو گروه، یادداشت‌هایی که دارن به اشتراک میذارن، دارن با هم دیگه چالش میکنن رو کاملا ازش استفاده بکنید. خب برگشتیم به موضوعمون. یه نکته بگم، صدای این پشت بومی که حالا ما هستیم اینجا تهران هستش، یکی از پشت بوم‌های دوستانی هستن که هماهنگ کردن و این صدای کولرها هست، خیلی شدتش بالاه. ببخشید دیگه، ما دیگه بضاعتمون به قول دوستان در همین حد بوده و تمام این پروتکل هم پر از استرس و مردمی برگزار شده و خیلی از دوستانی که دارن این ویدیو رو میبینن دوباره ممکنه که بیان کامنت بذارن خب دوباره انتخابات شد، دوباره سر و کلهشون پیدا شد از خودشون. نه، واقعا اینجور نیست و از اونجایی که من علاقه زیادی دارم به ایجاد گفتگو، اگر برخوردهایی هم با من میشه، میدونم که اگر اون برخوردها رو بخوام دیتیل بیشتر ازش بگم، همه ناامید میشن از گفتگو، همه ناامید میشن از این جمع کردن آدم ها. پس ادامه میدیم با هم دیگه تا بتونیم نقاط مشترکی رو پیدا کنیم. خب به بحث حجاب برمیگردیم و لبخندای قشنگ حاج آقا و صحبت‌های باقی مونده ایلیا و تنش نوید و تنش نوید چی؟ ورودی جدیدمون خانم ملیکا هستن که با دوست قبلیمون جابجا شدن. دوست قبلی یک معذوریتی داشتن و یک بیماری کوتاهی که حالا به بلند مدت براشون به وجود اومد، مشکل براشون به وجود اومد و مرخص شدن و خانم ملیکا توی اون گروه بهمون ملحق شدن. به هر حال از همگی ممنونم. دو تا سوال، من موضوعات رو زود میبرم جلو، خواهش میکنم که خلاصه تر صحبت کنیم ولی صحبت کنید. اگر جنبندی دارین، حرفی دارین. از حجاب تا حدوداً 30 دقیقه دیگه ما از بحث حجاب خارج میشیم و وارد بحث انتخابات میشیم. پس کوک کنید تایماتون رو و بدونید که دقیقاً چه حرفی رو قراره ارائه بزنید. دو تا سوال از شهروندا دارم، یعنی شهروندا از ما سوال پرسیدن و من سوالاتشون رو یادداشت کردم که از دو گروه بپرسم. قبل از اینکه این کار رو انجام بدم، اگر دوئلی یا اتفاقی حد می‌خواین دوئل بگیرین. دوئل هم میگیره ایشون. با کی؟ با آقا نوید. خب تارگت هممون داره میره سمت نوید و خب صبر کنیم تا 22 و 39. بفرمایید شروع کنیم. خب من دقیقاً 8 دقیقه وقت دارم، درسته؟ بله بفرمایید. خب. یکم چون صدای پشتت میاد. بله من یکم بلندتر صحبت میکنم. چند تا مسئله است که من خیلی سریع بهشون بپردازم. یکی مسئله گشت ارشاده. حالا اگه بخوام خیلی تئوریک بحث بکنیم شاید بحثمون به نتیجه نرسه. من یه مثال میزنم. توی ماجرای اعتراضات 401 یه اتفاقی افتاد توی یکی از این کشورهای اروپایی یا کانادا بود. حالا من دقیق خاطرم نیست، منتهاش خیلی سر صدا کرد. یکی از خانم هایی که توی اون اعتراض شرکت کرده بود به نفع یعنی جنبش مهسا، ایرانیایی که بود. بله ایرانیانی که یه کاری کرد، اومد روی سن روی اون منطقه، بله، و به شکل خیلی زننده‌ای که برای حالا بعدم ماجرا هم شد برهنه شد. بله برهنه شد و حالا یه سری حرفا هم گفت که بگذاریم. بعد از اون یه اتفاق جالبی افتاد توی فضای حداقل توییتر که من رصد می‌کردم. گفتن آقا اون آدم جمهوری اسلامی بود. این خیلی برام عجیب بود. چرا این حرف زده شد؟ بعد دقت کردم دیدم که چون کسانی که توی 401 یعنی قاطبه مردمی که توی ایران اومدن توی خیابان‌ها و به هر دلیلی، مطالبه اصلیشون برهنه شدن نبود، لخت شدن نبود. خیلی معذرت میخوام، شأن جمع از این الفاظ بالاتر، اما من برای اینکه بتونم منظورم برسونم عرض میکنم. یعنی خود این جماعتی که سال 1401 من توی خیابون و هزینه دادن، از اینکه یک سری آدم بیان و با تیپ‌های بسیار زننده که میخواد مطالبات برحق اینها رو به حاشیه ببره مخالفت میکردن. اگر من حرفم اینه و بسیار هم روش تاکید دارم و ازشم کوتاه نمیام و به نظرم اگر گشت ارشاد وظیفش برخورد با این تیپ‌های زننده باشد، توجیه عقلانی دارد و باید بماند. اما اگر وظیفه گشت ارشاد رو ما حل کلی مسئله حجاب در نظر بگیریم، اینجا دچار تناقض شدیم. چرا؟ چون حجاب یک پدیده فرهنگیه و راه حل فرهنگی داره.
وظیفه گشت ارشاد برخورد با اون تیپ‌های زننده است که در هر جامعه‌ای یه سری تیپ زننده چیه؟ تیپ زننده همون تیپی که اون خانم شاید اونجا این کار انجام داد پس میگیم و خود کسانی که برهنگی تو هر جایی از دقیقاً همین یک سری برهنگی‌ها توی هر جامعه‌ای غیر عقلانیه و باش برخورد میشه و یه سری متولیانی داره برای برخورد با اونا. ولی به خانومی که بی‌حجابه چی؟ احسنت. اون خانومی که بی‌حجاب مشکل فرهنگی داره، یعنی مشکل، منظورم حالا یک سری ها میگه معتقدم برای اینکه مشکل فرهنگی نیست، دارم از این دید بررسی میکنم که اگر ما یک مشکل فرهنگی در نظر بگیریمش، خب اون کسی که الان بی‌حجابه و مسئله حجاب رو قبول نداره، این آدم نمیخواد لخ بشه که میگه من هیچ کس راجع به حجاب با من صحبت نکرده، من حجاب قبول ندارم. حجاب یک مسئله، حالا این مباحثی که اینجا مطرح شد، حجاب یک مسئله شرعیه و من اصلا شرع شما رو قبول ندارم. همچین مباحثی داره. راه حل اینها توی دانشگاه، توی آموزش پرورش، توی سیستم سوال از نوید چیه؟ طرح سوال ندارم. خب نه دوئل طرح سوال این که اگر میگیم که گشت ارشاد کلا باید جمع بشه، اون متولی که وظیفه برخورد با اون تیپ‌های زننده رو داره کیه؟ بالاخره باید این یک نکته. مسئله دوم این که یک بحثی مطرح شد راجع به حکومت و دین و التقاط حکومت و دین که حالا به بحث جمهوری اسلامی فکر کنم برسیم، راجع بیشتر باید صحبت بکنیم که آقا اصلا ما حکومت دینی حکومت درستی نیست، این تناقض دین نمیتونه مبنای قانون قرار بگیره و اینها. و به اصطلاح اگه بخوام یه خطیشو بگم که اینکه حکومت دینی ما نداریم یا حداقل حکومت دینی درست حسابی ما نداریم. منم اینجا باز هم با یه مثال سعی می‌کنم منظورم رو برسونم. یک سخنرانی داره، حالا کاش میشد فضا جوری بود و امکانات ما جوری بود که بشه کلیپ پخش کرد یا حالا بعداً شاید بشه راجبش فکر کرد که چجوری میتونم به دست شما برسونم. یک سخنرانی داره رونالد ریگان، رئیس جمهور وقت ایالات متحده، توی مجمع عمومی سازمان ملل. دیگه نمیدونم سیاسی تر از این کجا. یک حرفی میزنه، حالا شما که دانشجو علوم سیاسی هستید از اینجا تاز یه حرفی میزنه، میگه من رئیس جمهوری خواهم بود که آن جنگ آرماگدون را رقم خواهم زد و عیسی را خواهم آورد. جنگ آرماگدون یک مفهوم دینیه در تورات و انجیل، به این معنی که اگه بخوام درست‌تر توضیحش بدم، برقم رفت، درست‌تر بخوام توضیحش بدم، تو ادبیات دینی و تورات، مخصوصا تورات و انجیل، کتب مقدس، به پیامبر لفظی که اطلاق میشه لفظ پروفت یا پروفت، حالا بله، یعنی پیشگو، یعنی مهمترین عنصری که یهودیت و مسیحیت یهودی به اصطلاح در یک پیامبر میدونه، مسئله پیشگویی اون پیامبره و بسیاری از هدفگذاری خودش رو در طول تاریخ این حکومت‌ها که ما بهش میگیم غیر دینی، مثلا یک سری از مهمترین مسائل سیاست خارجی خودشون رو بر اساس این پیشگویی‌ها چیدن. اصلا یکی از گروه‌هایی که در ایالات متحده همیشه رئیس جمهور تعیین کرده و همین الان هم خیلی مهمه، جامعه آراش، ایوانجلیستای آمریکان، هزاره‌گراهای آمریکان. من خیلی برام عجیبه که خیلی حتی الان هم میگن که ما حکومت دینی نداریم، دین در هیچ حکومتی. این چه حرفی؟ همین الان شما برید صفحه اینستاگرام آقای پومپئو، یکم که پست ها رو بگردید، به راحتی پست هایی میتونید پیدا کنین که مفاهیم ایوانجلیستی رو داره انتشار میده. یعنی وزیر خارجه ایالات متحده اینقدر روی مفاهیم دینی تورات و انجیل تاکید میکنه که هیچ مبنایی هم نداره، تازه یه مش توهمه. اصلا بر مبنای همین توهمات الان داره این همه آدم کشته میشه در خب زمان تموم داره میشه. طرح سوالت از نوید. این حکومت دینی و سه اینکه یک بحثی رو مطرح کردن، حالا توی یعنی قریب همین مضمون بود، توی برنامه قبلی که راجع به حجاب هم داشتید این بحث مطرح شد که اینکه آیا حکومت وظیفه دارد از امنیت اخلاقی جامعه صیانت بکند یا نه؟ یعنی حکومت وظیفه دارد تقوای مردم رو صیانت بکنه ازش یا نه؟ اصلا به حکومت چه ربطی داره؟ من دوست دارم بی تقوا باشم. خب ما اگر تقوا رو اخلاق معنی بکنیم، جواب اینه که بله، حکومت وظیفه دارد در مقابل امنیت اخلاقی جامعه. یعنی چی؟ یه اتفاقی افتاد، من نمیدونم چقدر وقت دارم. یه اتفاقی افتاد همین 2-3 سال پیش، اگه اشتباه نکنم دقیق یادم نیست، یک موزیک ویدیو منتشر شد توسط یکی از خواننده‌های مطرح خارج از کشور. اشکال نداره من اسم ببرم. نه بگید. ساسی. حالا قبلا ساسی مانکن میگن. آخه اسم این بشر حالا بله واقعا من معذرت میخوام. قبلش من میخواستم معذرت خواهی کنم، الان معذرت خواهی میکنم بابت بردن همچین اسم آدم حالا بی شرافتی که الان عرض میکنم شد. یک موزیک ویدیو منتشر کرد و توی این موزیک ویدیو من باز هم معذرت میخوام، یک بازیگر فیلم های پورن
توی اون ویدیو شرکت داشت برای جذاب‌تر کردن ماجرا و اون موزیک ویدیو پرشهنه چرا داریم میخندیم و اون موزیک ویدیو مصداق بارز تروریسم رسانه‌ای علیه کودکان ایرانی بود. یعنی حتی یادم آقای داریوش فرزیایی همون عموپورنگ خودمون هم واکنشی نشون داد. همه ما همه ما در کل جامعه در اصلا میخوام عقلانی بود از این استفاده بکنم من. بله. و گفت این چه کاریه؟ یعنی حتی خود یادم اساسی اومد زیر پست عموپورنگ هم گفت که آقا من گفتم من دارم محتوای بزرگسال تولید میکنم. خب یک دقیقه وقت کودکان شما نگاه نمی‌کردن، ولی خودش میومد استوری هایی که بچهای 12 13 ساله با این موزیک ویدیو پر می‌کردن رو داوسمشاگی پر می‌کردن استوری می‌کرد. خب آیا حکومت وظیفه ندارد در مقابل این تروریسم رسانه‌ای، یعنی هیچ فرقی با کشتار کودکان غزه نداره واقعا؟ یعنی اون چیزی که واضحه اینه که یک بچه باید دوران معصومیت خودش رو سپری بکنه و بعد با این مفاهیم آشنا بشه. خب پس از نظر من جمهوری اسلامی وظیفه دارد به شکل صحیح خودش با این تروریسم رسانه‌ای علیه کودکان ما مقابله بکند. خب ممنونم، ولی من متشکرم، صحبت خوبی بود اما طرح سوالی ایجاد نشد و شما صحبتی چیزی نیست روش بخواد پاراف کنه. صحبت مرزی بینابینی بود که داشتی در مورد یک سری چیزی که ما خودمون باش موافقیم صحبت می‌شد. البته میخوام عرض کردم آخه یک بحثی که هست اینه که جمهوری اسلامی و بعضیا متولی برخورد با بی اخلاقی در جامعه نمیدونه. میگه من آقا حجاب ندارم. آقا نمیخوام. شما اون آدمو قبول نداری، منم ندارم. کل آدمایی که تو این جمع نشستن اون آدمو قبول ندارن. اصلا عجیبی نیست. مسئله که ما الان به خاطرش اینجا نشستیم حجابه. گزینه چهارم من حجاب بود. اگر من یک دقیقه وقت داشته باشم جمعش بود. مسئله بعدی که می‌خوام وصل کنم به همین ماجرای ساسی و موزیک ویدیویی که داد، مسئله حجابه. خب ما اگر از نظر عقلانی، کاملا عقلانی، اصلا بر فرض ما در یک جامعه سکولار داریم زندگی می‌کنیم، هیچ دینی هم نیست، شرعی هم نیست. از نظر عقلانی اگر بیدینی نیست بله سکولاریسم بله جلوی دین از سیاست من میارم برات. حالا اینو من توضیح میدم. بله خیلی ممنونم از شما. خواهش از شما دارم. اگر ما به صورت کاملا عقلانی اثبات بکنیم که بی‌حجابی، اگر اینجوری حساب کنیم که حالا اون یک بحث دیگه، بذارین صحبتش رو ارائه بده بگین. عرضم به خدمتتون که اگر ما به نظر عقلانی اثبات بکنیم که بی‌حجابی به هر روشی، به هر شکلی به امنیت اخلاقی جامعه آسیب میزند، در این صورت مسئله حجاب قانونی که من با لفظ اجبارش مخالفم، چون اجباری یک برنامه منفی داره. خب شما به تمام قانون‌ها میتونید بگید اجباری، کمربند زدن اجباری، فلان کردن اجباری، خب همه قانون‌ها اجباری داره. منتهاش بحثشون توجیه عقلانیه که خانم هم فکر کنم بهش اشاره کردن. توجیه عقلانی بی‌حجابی چیه؟ و از نظر بنده بی‌حجابی از نظر عقلانی این مسئلهش قابل توجیهه که برای جامعه و امنیت اخلاقی جامعه ایجاد مشکل می‌کند و امیدوارم که دوستان راجع از من سوال بپرسن. متشکرم. در دنیا هزاران کشور دیگه وجود داره که با این پدیده هم قطعا مواجه هستن، مثل اینکه ما میایم یک نظم نوینی رو در سیستم چراغ راهنمایی رانندگیمون ایجاد می‌کنیم، در بهداشتمون، و چرا اونها در حجاب و در مسائل فرهنگیشون ورود نکردن که بخوان مثل ما امنیت اخلاقیشون 100% بشه و ما بیشتر از اونها امروز چالش داریم با بی‌حجابی و اون هم نه بی‌حجابی که از روی میل طرف باشه بلکه از غرضه، بلکه از روی اینه که یک جریانی میاد، یک عده‌ای به جای اینکه بخوان تصمیم به انتخاب بگیرن. خب خیلی بده دیگه، ما امروز تا یه جنبشی میاد فارغ از اینکه یه عده میلشونه، یه عده دیگه اینجوریان که خب ما هم برداریم دیگه، خب آره ما هم پس برداریم، ما هم پس فلان کنیم. خب یا برعکسش هم همینه، یه تایم دیگه با حجابی میاد، یه عده دیگه میگن همچین چیزی. چرا در تمام دنیا ما با این اتفاق مواجه این نداریم؟ سوال دقیقاً توی برنامه قبلی مطرح شد ولی به شکل دیگری. گفته شد که آقا ما 8 میلیارد آدم داریم، از این 8 میلیارد 100 میلیون مسلمان، از این 80 میلیون شیعه، از این 80 میلیون شیعه هم به عبارتی خیلی هاشون مثلا تشیع قبول ندارن و اینها دارن حکم میکنن که ما چرا باید به قولی حجاب داشته باشیم، یعنی حجاب قانونی باشه. اولا که راجع به این تو جواب بدم که در رابطه با این سوال، این که بگیم که کشورهای دیگه با این مسئله که به اسم حجاب قانونی مطرح میشه درگیر نیستن، شاید از نظر ظاهری درست باشه، اما با توابع اون درگیرن. یعنی هیچ کشوری الان ما نداریم که توی مسئله پوشش این درگیری‌ها درش وجود نیامده باشه. الان عرض می‌کنم یعنی چی. ببینید
ورود کنم به مسئله فلسفی. داره طولانی میشه. نمیتونم. من در حد کوتاه میخوام بدونم که چرا این جبر باید تو ایران باشه و در جای دیگه از دنیا نباید باشه. عرض میکنم. ببینید اول اینکه بگیم چون توی جاهای دیگه غیر از این حاکمیتی هست که این رو ایجاب کرده و این بله حاکمیت ایجاب کرده. میخوام بگم توجیه عقلانیش چیه. بفرمایید آقا بفرمایید. چرا بعضیا توی سطح پایینی زندگی میکنن، رضایت دارن و بعضیا توی یه سطح بالاتری دارن زندگی میکنن، یه احساس خوبی دارن و بعضیا بالاترن، یه احساس خوبتری دارن. اون میتونه اعتراض داشته باشه به زندگی نامطلوب خودش، میتونه هم اعتراض نداشته باشه. قدیم چون علم نداشتن، چون نمیدیدن، مطالبه هم نبود. آدما وقتی آگاه میشن مطالبه میکنن. درست شد؟ پس حد علم آدما تعیین کننده است میزان رضایت و نارضایتیشون از مسائل رو. حالا اگر یه جامعه خاص بد زندگی بکنه، من الگوم معیار سنجش جامعه خوب خودم رو باید با اون جامعه پایینیه تراز کنم؟ اینو به من بفرمایید. یه نفر بد داره زندگی میکنه، من باید بگم چرا اینا اینجوری زندگی میکنن؟ پایین و بالا رو کی تعیین میکنه؟ پایین بالا عقل. آفرین عقل. مثلا این عقل نمیتونه دلیل اون حجابتون رو چیز کنه. عقل یعنی هر چیزی که باعث ضرر برای انسان باشه، عقل میگه این غلط هست. هر چیزی که ضرر داشته باشه، فرق نمیکنه ضرر تو حوزه درمانی باشه، ضرر تو حوزه سلامت بدنی باشه، ضرر تو حوزه عقلی باشه، ضرر تو حوزه روح باشه. ضرر به شما شده. اذیت کننده است که من که اول گفتم. نگاه کنید بچه‌ها، نگاه کنید. من الان برای احساس امنیت کردن روح خودم، 1 2 برای اینکه برای خانومم احساس امنیت داشته باشم، خانوم خوب خودم رو هیچ وقت چشم نیفته، به خاطر این من عینکم رو ور میدارم، چشام الان آستیگمات، همه رو دارم فلو میبینم. پس من الزام کردم خودم رو برای حفظ حریم زندگی یه سری چیزها رو از خودم محروم میکنم. من نگاه نمیکنم. این وظیفه نه شما رو کار ندارم. من شما کار داشتم. مگه من به شما گیر دادم؟ خب دوئل داره خانم فاطمی دوئل داره. حاج آقا برمیگردیم دوئل داره. بفرمایید با کی؟ با ایشون. قبول می‌کنی؟ قبول می‌کنه. تایمتو بذار ببینم. چرا دوست نداری حجاب داشته باشی؟ چرا دوست ندارم حجاب داشته باشی؟ الان بگم جواب. آره میشه با همینجوری. آره دیالوگ کنیم. ببین من وقتی میخوام یه مسئله ای رو رعایت کنم توی زندگیم، دنبال دلیل میگردم واسش. به نظر من این مدلی متولد شدم، تا یه سنی اینجوری بزرگ شدم بدون اینکه چیزی روی سرم باشه و دلیلی نمیبینم که از یه سنی به بعد بخواد یه چیزی بیاد روی سر من و من حجابم رو بخوام به خاطر اون موضوع رعایت کنم. هیچ دلیل قانع کننده ندیدم هیچ وقت واسش. ولی الان خیلی سفت و سخت‌تر روی این موضوع هستم. یعنی بچگی این مدلی بودم، الان خیلی سفت و سخت‌تر هستم. به خاطر اینکه نه تنها دلیلی نمیبینم، بلکه بعضی جاها با یه سری از دلایل میبینم که منو دارن عملاً احمق فرض میکنن و میگن که خب این دلایل رعایت حجابه و قطعاً من یه عکس العمل برعکسی نشون میدم بهشون. پس این 2 تا دلیل باعث میشه که من اصلا رعایت نکنم این موضوع رو. دلیلی واسش نمیبینم. حالا اگه شما الان دلیلی دارید من خوشحال میشم. من چند تا سوال ازت میپرسم. تو کفش پات میکنی، پات اذیت میشه یا نه؟ نه اذیت نمیشه. اذیت نمیشه؟ یعنی فشار بند و این حرفا روش نیست؟ تایم طولانی چرا؟ خب برای چی پات میکنی؟ به خاطر اینکه چیزی توی پام نره وقتی راه میرم. از در خونه میای بیرون، در خونتون رو قفل میکنی؟ بله. چرا قفل میکنی؟ این وقت ازت میگیره، زمان ازت میگیره. دوز نره. خب حجاب هم یه همچین مسئله ایه. خب ما میگیم آقایون چشاتون رو ببندید. بله. خب اما این وسط ممکنه یکی مریض باشه. بله. ممکنه یکم شما چرا قشنگ ادامه بده. ادامه بده. شما به صحبت ادامه. گول هواشی رو نه، ادامه بده. در خونتون رو قفل میکنی. بله. که کسی وارد نشه. درسته؟ حرفم یادم رفت.
بذار من کمکت کنم. نه نوید جان تو نه دوئلشون نه آها وایسا شکلات تو پوست مزاحمت میذاری ایجاد مگه نکن. از نه، نه، خشم نه، روش و اینا نه. دیگه ببین همین یک کسی ممکنه نگاهت کنه خب امروز به تو آسیب نمیرسه، نه کسی به تو حرفی میزنه، نه تعرضی میشه، نه هیچی، تو هم زندگی کنی، ولی باز هم تو بیای تحقیقات علمی رو نگاه کنی میبینی اون نگاه بدی که ببین اشعه نه، ما به انرژی اعتقاد داریم. ما نداریم. میتونی بپرسی اعتقاد شما خانم دانشجویی این حرفا رو تو ندارید. دوئل این بچه‌ها تو انرژی دوئل هست. حق نداریم. تو ببینید دوئل. این انرژی این هست. بحث علمیه. خب تحقیقات ثابت کرده دوئل آجا. تو به آب حرف بد بزنی اون آب مولکولهاش شکلای خوش خوبی داره. نمیگیره. اینا تحقیقاتیه که ثابت شده، من میتونم براتون مقاله بیارم. خب و این نگاه نامطلوب میتونه رو تو اثر بذاره، ولی باز هم اثر زیبا این اثر و شاید الان نشون نده خب، اما میریم تو بلند مدت اینو بررسی میکنیم میبینیم تو یک جامعه داره این نمود پیدا میکنه. خب تو جامعه چجوری نمود پیدا میکنه؟ اینه که روابط بین دختر و پسر خیلی آزاد میشه یواش یواش، یه سری روابط عجیب و اینا غریب اثرات میاد. بی‌حجابیه درسته؟ آره روابط دختر پسر میشه اثرات بی‌حجابی. میاد. ببین نه چرا؟ یه لحظه گوش کن. اصلا این روابطی که داری میگی اثر بی‌حجابی ببین، نیستش. یکیش نیست، مورد با همه. داشتیم. ببین مورد داشتیم که طرف یکی از ارگان‌های دولتی بوده، جزو حالا عکس بردارها یا فیلم بردارهای دولتی بوده، رفته یه جایی با اون اکیپ ارگان دولتیشون، رفته یه جایی چادری هم بوده، ولی چیزای جالبی ازش نشنیدیم. اتفاقات جالبی تو اتاق بغلی نیفتاده. اینا تاثیرات حجاب نیستش، بس اصلا ببین. ربطی به بی‌حجابی نداره. با تو اینم نمیتونی نمیشه بگی تاثیرات که رو رد دارو کرد. خوردم این خب حرف رو هوایی. یک اثر دیگه رو من گذاشت این به اون دارو است. بابا یه جایی باید نگاه کنی ببینی که شاید یه سری اتفاقات دیگه هم باشه، ولی این حجاب شاید یه جاهایی صدق نکنه، شاید یه آدمایی باشن که آره اینو میذارن سرشون رفتارهای دیگه ای نشون میدن، ولی تو عموم جامعه، تو عرف جامعه نگاه کنی، نه از الان، این چیزیه که سالهای سال تو تمام جوامع هم هست. خب اما من اون تایم داشتم به ایشون میگفتم و مخالفت کردن. ببین یه سری سیاست ها داریم تو کل دنیا از نظر امپریالیسم، چه میدونم اقتصادی، بیایم این چیزها رو بررسی کنیم. ببینید من که چیزی نگفتم. نه اونجوری من سواد شما رو ندارم، اختیار داری. من علوم سیاسی نخوندم درست، مشخص. ولی یه چیزایی این وسط به گوشم خورده. دوئلت با یه سری ایشون. رفتن حالا نگاه علوم کردم. سیاسی خوندنم دلیل بر این نیست با سوادی آجا، باشه. نه آخه من یه خانم- کلمه رو اشتباه نه، شما- گفتم ایشون واقعا حرف شما اشتباه بزن. گفتن. اصلا نگران نباش. امپریالیسم آقا داداش نه آقا نگذشته. داداش ببینید آقای نگذشته. من ادامه رو میدم. شما دوئلشون زمانی رو که بزن. ببین نوید. طرف میخواد بزن دوئلشون تموم. خرید داشته باشه دیگه، میخواد چی فروش داشته باشه دیگه، میاد بازار مد و گسترده میکنه. خب اینا خودش میشه چی؟ بازار براش میشه محل فروش، براش میشه محل خب. درآمد. خب ما باید جلوی الان ما هدفمون از حجاب اینه که جلوی بازار و فروشمون رو بگیریم. هدفمون از حجاب هدف چیه؟ اون از الان این ببین که شما دو تا نمیذاره صحبت تو کردی. حجاب داشته باشی اینه. خب تو ببین اینو مطمئن باش یک تغذیه فکری داری دریافت میکنی همونجوری که من دریافت میکنم. نه دوئل. خب اوکی ولی آقا. تغذیه بعدش آره. فرق داره. ببین اصلا من کاری به این تغذیه فکری ندارم. الان دو تا حرفی زدی. یکی این که گفتی که آقا اون نگاهی که روی افراد بی حجاب هست انرژیش تاثیر میذاره رو توی منم زندگی این میذاره. افراد. من خب اگه- من و تو من به جای اگه این که حجاب اینو رفتاری- سرمون کنیم که این مریضی و این نگاه تو جامعه بمونه، به جای اینکه این کارو بکنیم بهتر نیست بریم بجنگیم با اون نگاهی که اون طرف داره. ببین، ما تو حالا هر نمیتونی چقدر اینو سعی بجنگی. کنیم. آقا ما همه تو جامعه اینو بکشیم سرمون. این واسه همه بیاد جلو. اون فردی که مریضه نگاه جنسی اینجوری داره، خب بعدش چی میشه؟ میگه همه اومدن آمار با حجاب کاهش شدن، پیدا من مجبورم میکنه. با همین حجابه حالا این نگاه آمار جنسی رو داشته کاهش باشم. پیدا پس میکنه. تو میای چیکار میکنی؟ میری اون نگاه جنسی رو از بین میبری. ببین. اصلا طرف واسه چی باید یه همچین نگاه جنسی داشته باشه؟ میدونی اینا افرادی ایجاد که این میشه. نگاه جنسی رو دارن واسه چیه؟ واسه اینکه از بچگی چی شده؟ از بچگی اومدن گفتن این دختر این پسر سمت دخترا نرید. نه، پسرا نه، میرن توی تو کوچه با این نه، بازی کنن بحثش دخترا با اون. علمیه. پسرا اینا نرید. بحث ببین، عوام علمیه. سطحیه. ممکنه داشته دختری باشه.
گلم کاملا اینا میتونم بحث علمی برات عوامه، بگم. خیلی سطحیه، غریزیه. بحثش خیلی علمیه. بابا غریزه ببین یه دقیقه یه لحظه دارم. من قضیه غریزی رو یه لحظه بگم بهت. شما روزه میگیری درسته؟ خب وقتی روزه میگیری آب نمیخوری، غذا نمیخوری، دلت آب و غذا میخواد، میتونی جلوشو بگیری یا نه؟ میتونی. روزه میگیری وای میسی تا افطار، پس تو باید بتونی نیاز جنسی هم روش یه اختیاری داشته باشی. انسان فرقش با حیوان چیه؟ دقیقاً ببینی غریزه‌شون میگه سری بزن یکی تخیلی کنه، خودسازی مگه انسان نداره، نباید داشته یکی باشه اینو؟ خودسازی نداره عزیز من، یکی خودسازی نداره، میره روزشو میخوره. من نمیتونم بگم اونی که روزشو چرا خورد. خب پس حواست باشه جلو اونی که روزشو میخوره اصلا آب نخوری یا اصلا غذا نخوری، چون ممکنه روزشو بخوره. بابا تو که نباید بیای جلوی خودتو بگیری چون یکی دیگه محترم. نداره. به خاطر این ما بذار بگه یه لحظه، بذار بگه صحبتتو بکن تموم کن. ما تو یک آیینی که همون دینی که روزه رو گذاشت همینم گفت ببین اگر یه موقع تو روزه نیستی مواظب باش جلوی روزه‌دار نخوری. ببین این یه ادب اجتماعیه. آقا اصلا هدف از روزه اینه که طرف صبرش بره بالا. خب باشه ولی من اون وظیفه خودش رو رو داره انجام میده، منم وظیفه خودمه که مواظبت بکنم هوای بنده خدا رو داشته باشم. اولا که شما وظیفت نیست، حالا شاید یه لطف کوچیکی در حقش کرده باشی که نه دلش وظیفه اصلا نمیتونی انسانیه. ببین من باید هوای شما خارج از ماه رمضان روزه میگیری، رستوران باز نیست. بیا با خودمون عید ساده قربان باشیم. روزه میگیری، چرا؟ رستوران باز نیست. ولی اون تایمی نیستش که روزه اجبار باشه. من به اختیار خودم دلم خواسته روزه بگیرم. بقیه بیا. بچه‌ها خب اختیاره. ولی ماه رمضان خب ماه روزه است. خب برای تو اونی که اعتقاد داره مؤمنه قبول داشته باشه که بخواد روزه بگیره. آقا من تو ماه رمضان دوست دارم ناهار برم بیرون بخورم، شما نمیخوای چیکار کنم؟ تو دبی هم این قانون هست. دبی یه کشور استبدادیه، حق نداریم دبی رو مقایسه کنیم. خب باشه من نه، کاری الان به دبی ندارم. شما چرا میگی باشه چون تو دبی هست واسه ما هم مشکل. من چیکار دارم دارم؟ میگم ببخشید اینجا آزاده، اینجا آزاد شده. اکثریت ببین الان رعایت ما تو بکنیم. جامعه حس میکنین اکثریت نیست، ولی میتونی یک آماری بگیری. خب نمیدونم، من اینو واقعا نمیدونم چجوری چیزش کنیم که یه آماری باشه میتونیم ثابت کنیم این بحث روزه خواری و روزه کسایی که روزه میگیرن به مساوات هم نرسن. وارد روزه نشید. آره خیلی بحث این منظور روزه رو گفتم که آقا اگر کسی صحبت داره بعد دوئل بگیره، بعد صحبت طولانی دوئل. زیبایی حرفی داری چی؟ دوئل میگیرم باهاتون اگه قبول کنید. خب همینی که شما دارید میگید آیا دیکتاتوری اکثریت بر اقلیت نیست؟ یه بار دیگه دوئلتو بگیر بچه‌ها بگیرن. خب شروع کن صحبتتو. اینی که میگی اکثریت، آیا دیکتاتوری اکثریت بر اقلیت نیست؟ ببین یک جامعه ای داریم، خب همه با هم داریم زندگی میکنیم، ولی چیزی که ما از بحث انسانی سراغ داریم خب اینه که هوای همدیگر رو داشته باشیم. خانم یه چیزی گفتی تو انتخابات میخوای دوئل بگیری، دیگه بهت نمیدم. واقعا؟ آره کل تایم کل خواهش تایم. کنم من انتخابات آخر اصلا قبول ندارم، دوئل نمیگیرم. خب نه اگه حرفی داری درباره الان اون میتونین بیس کار، آره نگهداری خب نه به دوئل نمیرسم تو انتخابات. خب 4 مطمئن؟ دقیقه تو مثلا سیو کنیم. طرح سوالت الان تو حجاب خیلی بیشتره. بریم اگر میخوای اینجا رو من دوئل نه بریم ادامه بدیم. ببین یه چیز اخلاقیه، خب مثل همون حجابه، ولی وقتی مثل این آقای ایلیا که گفتن یه جاهایی میبینی دیگه دستت نمیرسه، داره یه چیزایی از دستت خارج میشه، تو واسه بچت هم برمی‌داری قانون میذاری، دیگه نکن، داری به خودت آسیب میزنی، داری به یک جامعه آسیب میزنی. نه تو دوئل نپرید، خواهش میکنم. ببینی ایشون خیلی میپرن، سایلنت بهشون بدید. من واقعا آقای با ریاکتایی که نشون اگه میدن یک بار دیگه بره من سایلنت رو بهشون میدم. خب نه الان جواب سوال من رو بدین. قبول دارین دیکتاتوری اکثریت بر اقلیت هست یا نه؟ ما نشستیم توی کشتی، اینو چند بار خواستم بگم نذاشید، ما نشستیم توی کشتی. اینو تو کتاب راهنماییمون دیدم، تو کتاب دوست دینی. داری بشینی اون کفو بکنی، بقیه میگن چی میگن، اقلیتی نشستن دارن میکنن دیگه، بقیه میگن بابا نکن میریم زیر آب. اینجا دیکتاتوری اقلیت بر اکثریت، چی اکثریت بر اقلیته؟
کلا ببین این گرفتن ببین. جان انسان هست، به خطر انداختن جان هم نوعمون. این کاری به که توی خطر همه انداختن کشور- کاری که امنیت اسرائیل روانی داره یک میکنه. جامعه است. خب ما یه وقتی روح طرف رو ازش میگیریم، یه وقتی خانواده طرف رو ازش میگیریم، یه موقعی نه جونش رو میگیریم. این دوتا عین همن. خب چیزی که داریم میبینیم تو تمام جوامع، نه فقط ایران، و ای کاش اونجا هم افرادی باشن که به این چیز بلند بشن و صداشون در بیاد جلو این چیزا بگیرن. خیانتیه که ما داریم تو جامعه میبینیم. خیانت توی چه زمینه‌ای؟ خیانت تو روابطمون. الان یه چیزایی آیا این میشنویم. خیانتی که میگی توی افغانستانی که الان ورقه اجباری شده از زمان به قدرت رسیدن طالبان برادرخونده حکومت ما، آیا دیگه خیانت برادرخونده نیست؟ نیست، اون یه چیز حاج غیر آقا، بالایی. ببخشید سایلنت 5 دقیقه. اصلا برادرخونده نیست. حاج آقا، ببین سایلنت. ما با از نظر طالبان من هست. نه خب غلط حجاب حجاب اجباریه. نه چون دانشت حجاب کمه. دانش من دخترم، کمه. اتفاق حجاب وقتی دانش اجباریه. کم باشه حاج آقا، من تطبیقات جواب خیلی نمی‌دم. غلط میشه. و حاج آقا، من به ادامه جوابش نمیدم، گفتگوشون میگن نه. دارن ببین می‌فرمایند. ولی عزیزم. اون اصلا اسلام نیست. ما همین داعش دیگه به پنج امارات دقیقه میگید دارم. اسلام بابا من آمریکایی، دوئل به عربستان حجاب آزادی میگید اسلام بابا من یه دوئل چارچوبی داره بابا فقط اقلایی. ما اسمش چی بود؟ دوئل بین اگر اینطوریه دوستانه. ما هم صحبت کنیم. ببین نه من که حالا خب ما یه داعش رو حرف قبول بدی نداریم شد. با اینکه داعیه اسلامی داره. بنویسین یه گوشه. ما طالبان رو قبول نداریم با وجودی که داعیه اسلامی حماس داره. رو ولی قبول داریم. وایسا چرا اینا رو قبول نداریم؟ به خاطر اینکه حرفاشون فرق میکنه با حرف اسلام. طالبان خب و داعش جفتی نگاه تکفیری دارن. نگاه تکفیری یعنی چی؟ یعنی هر کی جز عقیده ما حرف زد کافر است. یعنی توی چیز ما مگه این خود نیست. همین اعتقاد جمهوری اسلامی راجع به بهائی‌ها نداره؟ ببین بهاییت یه فرقه‌ایه که داره اصلا خب همین دیگه به اسلام همه رو میگید میبره فرقه. زیر غیر سوال. از شیعه 12 امامی ما شدیم فرقه. شیعه های 6 امامی زیدیه حق ندارن خانم، توی شناسنامه‌هاشون قید بشه که خانم چند چرا امامی بحثتون هستن. روی حجاب متمرکز نمی‌کنی؟ بحث من پخش دوره. میکنه من مجبورم بحث جواب دوره. بدم. متاسفم باید باگ بگیرم به کارتون و از دوئل خارجتون بکنم. نه. نمیشه. بحث رو خارج کردین از فرمتی که داریم. من چند تا سوال میپرسم با محور سوالات شهروندا پاسخ بدین تا از این ماجرا عبور کنیم و پایان راجع به بشه. حجاب یه نکنیم. جمله. ببخشید آقای در احمدی مورد من حجاب صحبتم جمهوری از اسلامی. نه، نه. قسمت قبل با خب خیلی آقای خوب، نوید خیلی مونده. مخاطب یه ارتباط صحبتی نمیگیره دارم. با من میتونم تو یک دقیقه سوال کنم. من واقعا من یک قطعش صحبتی دارم. بیشتر شد. یه لحظه شما بگو صحبتت رو. ببین الان سوال پیش میاد نه تنها برای شما، برای دوستان که من چرا اومدم اینور نشستم. من روز اول برگشتم به شما گفتم من از دینی که خودم دارم دفاع میکنم، نه دینی که اینا ندارن. من گفتم من از دینی که خودم انتخاب کردم. من میزنی؟ نه من دارم جواب سوالتو. من تو خانواده بزرگ شدم که شما یک با حجاب تو خانواده من پیدا نمی‌کنی. من خودم انتخاب کردم این دین منه. من نمیخوام اونو تحمیل کنم به اون. با خودمون رو راست باشیم. چه ضرری بی حجابی اون به من و تو میزنه؟ بی حجابی شما چه ضرری به من میزنه؟ جوابش خانم اقلیت فاطمه بدید. روانی. شما گفتی اقلیت روانی. ما چرا سلامت روان یه جامعه رو بالا نبریم؟ اقلیت روانی داریم. من سعیم اینه سلامت روان یک جامعه رو ما بالا ببریم. چرا اونو بالا نبریم؟ چرا اجبار کنیم؟ من گفتم اجباری که برداری مثلا بگی که آی تو باید گشت ارشاد بذاریم ببریمش یه گوشه بگیم چیز باشه. نه حتی اینا تلاش قبول بر قانع شدن واسه اینکه تو دقیقاً. اینو بذار سرت که امنیت روانی جامعه بره من بالا. دینو حتی قبول تلاش. دارم. ببین، من شما دینو قبول باید دارم. بری رو خانم امنیت مظلومیان، روانی چه جامعه صحبتی کار داری؟ کنی. جواب بش. ببین سب عزیزم خانم من فاطمه بذار روش رو میخوام نمیپذیرم. ایشون صحبت نکرده. صحبت کن خانم مظلومیان. چی میگی بهشون اگه بخوای صحبت؟ بله. گفتم چه اصراریه که ما بیایم اینو بکشیم سرمون که امنیت روانی جامعه بره بالا. ما بریم افراد مریض جامعه که دارن امنیت رو میاریم پایین رو درمانشون کنیم. ببین چیزی که من میگم اینه بلندتر که صحبت کن. چیزی که من میگم اینه که توی اسلام یه سری قواعدی داریم. خب من اسلام رو قبول دارم، من قرآن رو قبول دارم. من میگم توی اسلام یه سری قواعدی تعیین شده که باید به اون قواعد توی جامعه اسلامی احترام گذاشته بشه و اون قواعد رو قبول دارم که قواعد درستی هستن. خب یه چیزی که هستش اینه که حجاب دین دو تا شاخه داره. یکی شاخه فردی داره، یکی شاخه اجتماعی. ما الان داریم راجع به شاخه اجتماعی دین صحبت میکنیم. شاخه اجتماعی دین به من میگه که
وقتی که توی حکومت اسلامی تشکیل دادی، وقتی که ولی فقیه گذاشتی رأس کار، باید قوانین اسلامی رو داخل اون جامعه پیاده بکنی. قوانین اسلامی یعنی این که مثلا حجاب، تو اصلا میگه توی قرآن میگه که لا اکراه فی الدین، میگه توی دین هیچ الزامی وجود نداره، ولی این قسمت فردی، یعنی توی خونه خودت میتونی، توی مثلا جامعه خصوصی خودت میتونی هر دینی که دلت میخواد داشته باشی، میتونی اصلا خدا رو قبول نداشته باشی یا هر چی، ولی وقتی داری توی جامعه اسلامی زندگی میکنی باید قانون حجاب رو رعایت کنی. قوانین حجاب یه جوری هستش که ببین ما بعد نمیدونم چه جوری بگم، من به عنوان یه شهروند این جامعه حق دارم راجع به قوانین اظهار نظر بکنم و قبولشون بکنم یا ردشون بکنم یا نه؟ مگه حجاب مگه این ببخشید اول تشکیل سالم تو کشور ما بوده. من یه سوال دارم، تو میدونید هر کسی حق انتخاب داره. من حق انتخاب دارم، شما حق انتخاب داشتی، قبول کردی دیندار بشی، قبول کردی اسلامو قبول کردی، حجابو قبول کردی، اون خانم نمیخواد قبول کنه، به من و شما چه ربطی داره؟ شما قبول نمی‌کنی، قبول من یه سوال دارم عزیزان، همتون یه سوال دارم. الان ما میخوایم بریم توی خیابون رانندگی کنیم، من دوست دارم با 200 تا سرعت برم، دوست دارم. نه این حقوق شهروندیه. چطور اون سلامت منو به خطر میندازه؟ چطور باعث اون تصادفه میشه؟ ولی این قضیه دلیل باشه، یه دلیل قانع کننده منطقی داره. شما دلیل میگی این دلیل منطقیه رو بس به نظر بزنید. من دلیل منطقی انرژی ملیکا به عنوان کسی که جدید اومده یه صحبت کنه، نوید سوالشو بپرسه و بعد طرح سوالای شهروندای من بریم. سوالاتو من چیزی که میخواستم بگم، یکی از اشتباهاتی که داره تو صحبت‌ها پیش میاد اینه که به یه سری موضوعات فقط تک‌بعدی نگاه می‌کنی و یکیش هم همین مسئله امنیته. اینکه اگه قرار امنیت اخلاقی در نظر گرفته بشه، باید بقیه بعدها هم در نظر گرفته بشه که یکی از مسائلی که الان از باگاه همینه که ما امنیت روانی افراده. الان میتونید از این افراد بپرسید دیگه، یعنی اول برنامه هم سوال شد و همین امروز مثال بارزش برای من پیش اومد. من تو مسیر این برنامه بودم و ماشین من رو به خاطر حجاب خوابوندن و توی اون نیم ساعت یه ساعتی که تا برسم اینجا من انقدر اضطراب داشتم و داشتم به فکر کردم که چرا واقعا ما امنیت روانیمون نباید تامین باشه. به غیر از این و پشتبند این من وایساده بودم گوشه خیابون و ماشینم هم یه طوری خوابوندن که منو تو بدترین جا من پیاده وایساده بودم که اسنپ بگیرم. من میگم اوکی اینو اصلا بذاریم کنار، امنیت اجتماعی نداری. من الان توی 2 تا شهر در حال رفت آمدم، تهران و اصفهان، و توی 2 تا شهر بارها و بارها مورد آزار و اذیت قرار گرفتم، چه به صورت کلامی و چه به صورت شکل‌های دیگه. چرا روی اون یکی موضوعات پس بحث نمیشه؟ چرا اون یکی موضوعات بولد نمیشه، براش هزینه نمیشه، اینقدر روش تمرکز نمیشه؟ فقط روی این موضوع جواب این سوالو بدیم. من آقای احمدی اگر اشکال نداره من یه ادامه یکی از باگ‌هایی که هست، خب ببین شما میگی راجع به این از این بلندتر. آره بلند. ببین یکی از باگ‌هایی که هست، دقیقاً منم همین حرف شما رو دارم، یعنی که چرا مثلا سر یک مسئله کلیک میشه ولی مثلا مسئله دیگه رها میشه. این که مثلا سلامتش نمیدونم، این که یه آقا نگاه میکنه اذیت میشه، اون هم باید درست بشه. هرچند من اعتقادم این هستش که اعتقاد من که نه، حالا طبق چیزایی که خوندم، طبق کتاب مثلا نظام حقوق زن در اسلام شهید مطهری که میخونیم، کاملا تفاوت زن و مرد رو خیلی زیبا به تصویر میکشه. پیشا میگم حالا اگه نخوندیم یه وقتی نگاه میکنی به سبک توضیح دادنش، این که میگه ساختار زن با ساختار مرد متفاوته، این که زن و مرد با هم برابر، این چیز اصلا اشتباهیه کاملا. من و شما، نگاه من و شما به یک مرد فرق میکنه با نگاه یک مرد به ما. شما چرا انقدر مردا رو افراد بی اختیار؟ نه ببین چرا فکر میکنی بی اختیاره؟ اصلا اینطور نیست. زن هم میتونه. این خیلی نگاه توهین‌آمیزیه به مردا. نه اصلا آقای احمدی من میتونم بپردازم یه لحظه. من خواهش میکنم. الان جواب کدوم سوال منو دارید شما؟ هیچ کدوم. اصلا صحبت صحبت‌های من میگم که الان به امنیت من داشتم جواب، الان یادم اومد داشتم جواب این سوال شما رو میدادم. بذار بگم داشتم جواب این سوال شما گفتی که چرا بقیه چیزا رو رها کردی، داری به این میپردازی. خب من ببخشید یه ذره گریز زدم. من دارم میگم که اگر یک راهی که من اعتقاد دارم که درسته، خب من میگم اگر یک راهی درسته، مثلا من میگم این که باید توی جامعه اسلامی، حالا من مثلا ببین حد حجاب مشخص نشده و یه باگ خیلی بزرگه که چه حد حجاب، چرا من مثلا موافقت کنم که بدون روسری هم آقا میتونیم بیایم بیرون، من نمیدونم.
ولی یک حد حجابی توی جامعه اسلامی با توجه به ایدئولوژی که داریم باید باشه. خب ولی اینکه ما این رو رها کنیم، اینکه چرا بقیه رو درست نکردیم پس اینم رها کنیم، نداریم. میدونی چی میگم؟ من میگم این اشتباهه. این تمرکزم پخش نیست. اگر به یه میزان من دارم میگم من از این نظر من باهات موافقم. از این نظر من باهات موافقم که یه دونه صحبتت رو خلاصه کن. من سوال شهروندا مونده انتخاب. ببین شماها دیرتون یه تیکه تا صبح آقا یه اجازه نده من با آقای نوید صحبت کنم. آقای کاظمی سوال دارم. هم جواب من آقای احمدی یه تیکه من ادامه بدم. نه خواهش می‌کنم. خب بگو صحبتت تموم کن. الان صحبتمو باز نصفه. نه صحبتت خیلی بیس داره عزیز، نمیتونم. خب یه ادامه دیگه با تامین امنیت مبحثی نیست که الان توی خب رعایت حجاب. نه من فهم خواستم مطرح اصلا جدلیه. نه ادامه یه چیز دیگه نمیتونم، متاسفم، ببخشید. سوال سوال‌ها راجع به حجاب. سوال اگه رابطه حجاب بفهم. 4 تا سوال دارم سریع. 4 تا سوال داری؟ شریف هم بود رن میکنه. تو یک دقیقه مثل امیلی باید بریم. اولیش ببینید استناد میکنید به اینکه حجاب مبناش مثلا اینکه انرژی میاد، مقاله هست، چیز جدید، دانش‌های انرژی من حالا بیشتر توضیح میدم، چیزای دیگه هم هست. مقاله است دیگه، میگید اثبات شده و علم ساینس به اصطلاح، درسته؟ خب تئوری یعنی چی؟ تئوری یعنی چیزی که صادر میشه و بعد باطل میشه. مثلا ریاضیدانا امروز میگن نظریه نسبیت انیشتین رو من قبول ندارم چون آزمایش کردیم باطل شده. سوال اول، اگر روزی تحقیقات به این نتیجه رسید که تحقیقات قبلی که شما استناد میکنید غلطن، اون وقت شما استدلالتون چیه؟ سوال دوم، میگید که مثلا مد و امپریالیسم اومده سرمایه‌داری گفته این لباس رو بپوش. اگر امروز گوچی و زارا اومدن گفتن که از این بعد مد پوشیدن لباس کامله، استدلال شما چیه؟ سوم، میگید که غرب فرو پاشیده، بحران خانواده داره، مشکلات داره و غیره. چطور اون موقع فرو پاشیده بعد وقتی میخواید دلیل و استدلال بیارید به قوانین دانشگاه‌های اونجا اشاره میکنید؟ بالاخره فرو پاشیده یا هستش؟ سوال بعدی، گفتید که مردم نیاز به کار فرهنگی دارن، باید عاقل بشن، بالغ بشن. من فرض میکنم فردا مسئولیت رو دادن به شما یا هر کس دیگری که شما قبولش دارید، میگن از الان تا سال 1500 شما وقت دارید. اون روز مردم از نظر شما عاقل و بالغ شدن، دقیق اون صفاتی که شما میگید دارن. از قانون رفراندوم قانون اساسی میخوان استفاده کنن بگن ما حجاب نمیخوایم. پاسخ شما چیه؟ فرمودید ما طالبان رو قبول نداریم، در حالی که جمهوری اسلامی روابط رسمی با طالبان داره، نماینده داره، سفیر داره، بهش جا میده. چطوری قبول خب خیلی طولانیه. جوابا رو تو دلتون فعلا نگه دارید. حالا من یه چند تا سوال آقا من یه چند تا سوال بپرسم چون سوال شبهه رو میندازه تموم میشه. میخوام چند تا سوال بپرسم. چون جواب این سوال گوش کن. نه حالا گوش کنید. نه سوال چرا وقتی میشود بهتر زندگی کرد بد زندگی کرد؟ تعریف بهتر و بد چیست؟ این یک. دو، چرا وقتی با آدم‌ها تعامل میکنیم دلیل بر این است که او را به لحاظ مبانی قبول داریم؟ کی گفته؟ این دوتا. مثلا گفتی ایران طالبان را قبول دارد ولی ما میگوییم قبول ندارد. ما به عنوان یک کشوری که حاکمیت اومده روی کشوری وایساده، الان تونسته خودش رو در اون کشور مستقر بکنه، به عنوان یک کشور چرا با اسرائیل این کارو نمی‌کنه؟ کشور نیست. نه اون از جای دیگه اومده یه کار دیگه کرده. این از خودشونه، مردم هم پذیرفتن الان. حالا ما کاری نداریم. مگه ما با روسیه ارتباط داریم مبانیشون رو قبول داریم؟ نه. پس اینم نیست. پس چرا به این راحتی یه حرف غلط رو جاساز میکنید؟ نکته سوال سوم، با فرض بر این که یک اتفاقی است که قابلیت تبیین داشتن دارد، یعنی قابلیت اینو دارد که برسیم به این که درست است یا غلط. وقتی قابلیت تبیین دارد، چون یه موقع است من نمیدونم، همه میگن این موبایل خوبه، من میگم بده، بعد میگن بابا تو چون نمیشناسی میگی. چرا منی که نمیشناسم تهمت میزنم؟ چرا که منی که نمیشناسم به دیگران میپرم؟ ممنونم. احتمال بدید من نمیدانم. شما اگر چیزی را علم ندارید لازم نیست راجبش حرف بزنی. حاج آقا ممنونم، متشکرم. پاسخ نگه دارید. سوالای شهروندا رو بپرسن، نه دوئلم نگیرین، دوئل نمیدم بهتون. سوالای شهروندا چون وقت نداریم تو حجاب الان حتی به اون نزدیک به نتیجه هم نمیتونیم بشیم، با این خیلی دوریم. طالبان آره اصلا طالبان چرا به حجاب داره؟ چون توی این نه عزیز،
شما منم طرح باید جواب گفتگو بدم و خیلی بس کلی میره بود. یه لحظه اجازه بدید. سوالای شهرونده ها جواب. یک سوال از شما و بقیه از دوستان این طرف میپرسن و بعدم از این طرف. سوالای مخصوص از اون ور شروع کن. من بذار از شما رو شروع کنم که پایان بدم. اگر یک بازیگر خانم الان بی حجاب مقابل دوربین و تلویزیون ما ظاهر بشه، اصلا تو خیابون یا هر جایی، آیا این مخالفش هستین یا نه؟ آیا بی حجاب؟ آره من مخالفم به خاطر خدا. احسن. پس مقابل تلویزیون نمیتونه بیاد. اوکی. به خاطر امر خدا. خانم نپرید. خالقم منو خلق کرده. خب. گفته حرام است. خب اوکی، تو تلویزیون نمیتونه بیاد، درست. سوال پرسیدم پس چرا فیلم‌های خارجی رو پخش میکنید؟ مگه حرام شرعی نیست؟ خب من تحریک میشم. این عین سوالشونه. چه تفاوتی داره این خانومی که حجاب نداره با خانومی که تو کشور خودمون تو خیابون حجاب نداره؟ خب این موهاش بازه، اونم موهاش بازه. موهاشون چه رنگی استفاده میشه که باعث بشه من منقلب بشم و تحریک بشم با اون خانم ایرانی، ولی با خانم خارجی من تحریک نمیشم؟ دی خارجیه دیگه بابا، داره پخش میشه، حالا کی به کی؟ این سوالیه که پرسیدن. جوابتون؟ از من جواب میخواد؟ بله. ما همون خدایی که قانون میکنه امروز الان روزه بگیر، فرداشو میگه روزه نباید بگیری، چه تفاوتی داره؟ همین خدا قوانین داره، ما علم به قوانین رو نداریم. قوانین داره، مثلا این عمل اگر در کشور اسلامی انجام بگیره غلط هست، در اونجا هم غلط هست. اما در اونجا چون قانون نیست، عرف اونجا شده، ولش کنید. چرا؟ چون قانون برتری نیامده است، مطلوب تری براش نیامده. حالا من اگر اینجا شرط گذاشتن عالمان تخصصی حوزه دین، یه موقع است چطور ما پزشک رو میگیم دکترا داره، میگیم حتما در یه حوزه متخصص است، اما در اون حوزه خودش متخصص است. عالم دینم در حوزه دین متخصص است، پس من باید رجوع کنم به عالم دین. عالم دین این رو برای من باز کرده که اگر شما فیلم خارجی دیدیم برای شما آسیب ندارد، اشکال ندارد. خب چرا ایرانی نمیتونه؟ چرا خارجیش حرام، ایرانیش؟ خب اون یه دلیلی داره دیگه. ببخشید خارجیش حرام نیست، ایرانیش حرام. اون یه دلیله عقلایی داره. الان محل بحث نیست. خب محل بحث الان نیست، چون اینقدر سطحی نیست. شما آقای یه دقیقه صبر کنید. اگر یک نفر تو ایران مسلمان نباشه چی؟ آقای دکتر، شما این همه درس در دانشگاه خوندید، تو این فرایند بلند تو یه لحظه تو یه جمع اینجوری کل درساتو میتونی به ارائه کنی؟ 30 سال. پس هر مطلبی جای خودش رو داره. ممنونم، متشکرم. من پاسخ شهروندمون میتونه بعداً تو دایرکت با آقا گفتگو کنه و نظراتش رو بیشتر بپرسه. جواب بدین. شما 1 دقیقه بگین. سوال این بود که الان چرا ما میتونیم فیلم‌های خارجی رو پخش کنیم، بله، ولی فیلم‌های ایرانی بدون حجاب نمیشه؟ اولا اینکه ما یه مسئله‌ای که هست، ببینید توی خیلی از مسائل هم نقد وارده به اتفاقاتی که توی کشور افتاده و هم باید دفاع کرد. خب یه نکته‌ای که در جواب من اول بگم که به من این شبهه وارد نشه که نه تو فقط داری میگی که به قولی داری میان رو حرف میزنی. نه، اول من اینو بگم، فلسفه حجاب فقط همون تحریک شدن نیست. به قول اون خانم نباید آقایون رو خیلی هیولا فرض کنیم و اینکه تمام قوانین حجاب فقط برای اینه که آقایون تحریک نشن. خب دقیقاً همینه. اصلا دلیلش اتفاقا اون چیزی که حجاب میخواد از اون به قولی مسئولیت به عمل بیاورد خود زنه. برای خود خانم. اگر این شکلی ما به قضیه نگاه بکنیم، خیلی خوب، توی ایران اون خانومه نمیتونه حجاب، یعنی ما براش میخوایم که ببینید یه بحثی رو توی مسئله حجاب مطرح کردن، اینکه دلیل عقلی حجاب. ممنونم. جواب سوالمو من که نگرفتم، نمیدونم حالا اون شهروند گرفته یا نه، چون زمان کافی ادامه داشت. حالا ممنونم. متشکرم. سوال بعدی رو هم بپرسم ازتون و برم رو 2 سوال بعدی از دوستان. سوال بعدیم اینه، از شما 2 بزرگوار، این دوستمون کجا رفتن؟ اگر حکومت اعلام کنه حجاب اختیاری می شود، شما همراه می شوید یا خیر، یا مخالفت می کنید؟ همراه می شویم با چی؟ با اینکه حکومت میگه آقا من از فردا قانونی رو ایجاد میکنم که حجاب حدود جدیدی برایش تعیین میشود و اینجوری بشم که شما هستی؟ افراد میتونن بدون حجاب بیان. خانم مظلومیان بدون حجاب میتونن بیان خیابون. هر کی جور دلش بله. شما چیکار مخالفت بکنم؟ مخالفت. شما؟ من زورم
نمیرسه کاری بکنم ولی مخالفم. مخالف شما؟ به عنوان یه امر غیر عقلانی مخالفت می‌کنم. حاج آقا شما؟ به عنوان یه امر غیر عقلانی مخالف. چی جوری مخالفت میکنید؟ بفهم. ببینید فلسفه حجاب چیه؟ نه. چجوری مخالفت؟ چجوری مخالفت میکنید؟ بله همون محیط جوری من که فکر کردم الان که میخوام مخالفت همون ببینید نسبت من خیلی از چیزا اول اعلام بحث سعی می‌کنم. میکنم که یک محیطی رو به وجود بیارم که توش راجبه می‌فهمم. فلسفه آره، پوشش متأسفم. عقلانی زمان بس کم. بله زمان کم من بود. بذارید الان من باید بگیرم چی بشه؟ چی جوری مخالفت میکنید؟ فواید حجاب رو با دوستای خودم سعی میکنم یادشون بدم، توضیح بدم براشون، قانعشون کنم که شما باید احسن. حجاب داشته شما باشید. چی جوری؟ ادامه داشت. ببینید من فقط میتونم اعتراض کنم. خب چی جوری؟ تو فضای مجازی محیط خب، اعتراض محیطی- در جمهوری اسلامی الان محیطی که فراهم پیش نیست. میاد. احسن. آیا بقیه دوستان میتونن اعتراض کنن توی این سایت به عنوان کسانی که میخوان مخالف حجاب باشن؟ آیا همچین اجازه ای دارن؟ این حقو داری آیا منم میتونم اعتراض کنم؟ ما باید محیط اعتراضی اعتراض به غیر دارن. از خیابان و این شکل‌های مسلحانه و درگیری و کشت و ببینید، کشتار هم بهش می‌کنیم. میرسیم. ممنونم. متشکرم. نه یه دقیقه اینو بگم من بفهم. نمیگم که مثلا با مخالفتی که دارم بیام صدلاشقال آتیش بزنم، کسی رو کتک بزنم. خب جایگزین باید اون بدید یه دیگه. بخشی از اعتراضه من که تبدیل میشه به مصالحت اختشاش و آمیز حرف کسی اختشاش رو به عهده نمیگیره. حتی دقیقاً. بچهای ببینید، من معترض حرف 401 هم میزنم. نمیگن ما اهل آتش سوزی و فلان و خب، میگم بسال من حرف هستیم. البته بعضی از لیدرها آره. میگن ولی من کار آره یه اونایی بخش که معترضن الان عملا اینو چطور حق آتیش می‌دونن. زدن پرچم لیدرها. اسرائیل خوبه؟ خب یه لحظه نه تو خب، چرا یه قدر جواب فوری آفرین. همش میگی خانم اینا یه لحظه علم. چه فرقی نظر میکنه شما. اعتراض؟ بله دقیقاً ما رو خانم نریز زیبا تو ماستا. خانم نه واقعا قیمه ها رو ریختی تو ماستا. یه لحظه اجازه بدید ما داریم درباره حجاب به پایان میرسیم. گوش بدید. سوال بعدی خانم سوال بعدی از خودتون این محرما خیابونا رو خانم- میبندید بعد به خاطر خیابون بستن جوان خانم ما رو زیبا اعدام خانم کردید. زیبا به اون بحث میرسیم. نمیذاری زمان نمیدی طرح موضوع رو گوش نمیدی و و بعد مسئله براندازی ما داریم. بعد درسته؟ کامنت ها رو برو بخون. این ویدیو منو ضبط کنین، کامنت هایی که درباره زیبا گفته میشه به وقتش حتما صحبت خودتون. میشه. خب سوال دارم از شما، هر کدوم دوست دارین جواب بدید، اما به نظرم شما میتونین جواب بدید. یا خب آزادی پوشش گفتن از نظر شما تا کجاست؟ حدود جدیدی داره یا بدون مرزه؟ آزادی پوشش من اگه بخوام واسش مرز و اینا بذارم اصلا نه نمیتونیم مرزی واسش بذاریم. چرا؟ چون به نظر من بچه های ما جوانای ما انقدری عاقل هستن که بدونن نباید با اون پوشش برهنه‌ای که آقا عرض کردن بیان. حالا اگه فرمودن، شن- ببخشید. عرض کردن گفتم فرمودن. اشکال خب، عرض خیلی کرد. بد داشته گفتم باشن ببخشید. که ببخشید حالیشون نشه شاید. من یعنی میگم خودشون که مرز اگه- میذارن برای آره، خودشون. اصلا بس همین مرزه از خودشون کجا؟ به نظر من اجازه نمیدن اجازه که بدید. اجازه کسی بدید. بخواد برهنه وارد خیابون بشه. خب پس شما این رو میگین. در ادامه سال یک شهروند دیگه سوال خیلی جالبی پرسیده، بزنید سوالو بخونم. گفته که اگر ما به حدودی از آزادی پوشش رأی دادیم، خب مثلا با روسری برداشتن موافقت شد، اوکی هستین یا نه؟ قبول میکنین تا این حد اوکی رو؟ باشی؟ صبر کنین. به اینکه روسری ما تا این برداشتن حد الان که قبول روسری میکنین فقط که نه. روسری روسری در برداشته شه. بیاریم. قبول میکنید یا نه؟ نه. خب یه نفر قبول نمیکنه، دو نفر قبول میکنه. شما قبول منم قبول نمی‌کنم. دو قبول نفر نمی‌کنم. اجازه بدین 2 نفر قبول میکنن. میخوام ادامه گفتگو با این 2 نفر. پس شما قبول میکنید اگر بگن آقا ما روسری برداشتن اوکی میتونید بدون روسری بیاین. در ادامه سوال پرسیده حالا اگر کسی همون حدود رو رعایت نکرد، خب و بیشتر از این حد بیرون اومد و خیلی خیلی بیشتر اوپن مایند اومد بیرون، خب چی کار میخواید باهاش بکنید؟ خب مثلا با یه تیپ ساحلی اومد تو خیابون، خب میخواین چی کار باهاش بکنید؟ پس گشت ارشادی که شما باش مخالف بودین آیا اینجا کاربرد داره و چه کسی باید با این خانم به برخورد نظرم کنه؟ سوال مهمیه. خیلی سوال، از نظر من هم سوال مهمه. برای منم سواله ها، یعنی واقعا باید چیکار کنم؟ باید چی کار کنن؟ من بگم بفرمایید. اگه همین روسری برداشتنه قانونی بشه که اکثریت جامعه این رو بپذیرن، من به عنوان یک قانون میتونم من یه بپذیرم. سوال نه سوال سوال قانون بیشتر میاد، همیشه- ساحلی میاد بیرون. اونو چیکار خب؟ کنیم؟ اونو زننده رو چیکار چیکار باید به بکنیم؟ نظر من
باید مقابله بشه باهاش. خب پس یعنی یه چیزی مثل گشت ارشاد؟ نه یه چیزی مثل گشت چجوری پس پس کی مقابله می‌تونه؟ باشه؟ نیاز به آقای آگاه بهتر سازی با داره. این من تیپ‌های زمان برای چی مقابله قبول کردم و میگفتم که موافقم که این اتفاق بیفته؟ این نشون میده که ببین ما توی جامعه داریم زندگی میکنیم که خب میتونم بگم کاملا دو دسته ایم. وقتی که یه قدم داره از اون طرف برداشته میشه، یه قدم هم باید از این طرف برداشته همین بشه. تعدیل توی بشه. جامعه اسلامی وقتی که این رو قبول کردن که اوکی یه نفر شال نمیخواد بذاره نذاره، به نظرم یه همراهی با از این طرف هم نیازه. یعنی به نظرم این 0 و 100 برخورد کردنه یکم اشتباهه، چه از این سمت چه از اون سمت. این که میگی چه برخوردی باید بشه، به نظرم همش فرهنگ سازی و آگاه سازیه. خب ما اینو گفتیم، شما گفتیم که اگه کسی نخواست انجام بده. دارم باشون خوب پیش میرم. من جواب سوال نگرفتم. گشت ارشاد در اون زمانی که با بدون روسری شما میتونیم بیایید بیرون، آیا باید باشد یا نباید باشه؟ ببینید این مثلا شما به که رفراندوم مخالفت با گذاشته گشت بشه. آقا ارشاد این وقتی دارید. که به رفراندوم گذاشته بشه و من بیام ببینم اکثریت جامعه روسری برداشتن رو مشکلی نه نمیدونن. با اون تیپ زننده آره اون- نه داره چیز دیگه ای میپرسه. خب این هم شهروندا خودشون قضاوت میکنن، کاملا مشخصه. اما نوید و دوستمون که مخالف بودن، خب تو جامعه‌ای که بالاخره یک بچه‌ها تو جامعه‌ای که یک فرهنگ و یک اقلیم و یک مردمی داره با متغیرها و ایده‌های متفاوت، آیا منی که جامعه شناس هستم تو قسمت قبلی هم گفتم حتی اگر قرار است حجاب یک آزادی براش بیاد، این آزادی یک مراحلی داره. یعنی که به طور کلی شما نمیتونید 100 آزاد کنید. خب سلسله مراتب بله، باید رعایت سلسله کنید. مراتبی داره برای اینکه اون فرهنگ خانواده‌های مختلف ممکنه یه یواش آدم خیلی یواش. مذهبی باشه یا آدم درگیری‌های مختلف، این باید قبول کنه، بپذیره. امروز تا این حد رو پذیرفتن، حالا ممکن ما خیلی اعتراضات داشتیم، خیلی مراحل رو طی کردیم تا به اینجا برسیم، اما برای بچه هم همینه. اما میخوام نظر نوید رو بدونم که چرا گفت اگر فردا جمهوری اسلامی گفت من روسری رو اوکی میکنم بردارین تا این حد، چرا تو به اون حد قانع نیستی؟ به خاطر اینکه آزادی حد نداره، آزادی مطلقه. اگر آزادی سلب آزادی دیگران کنه چی؟ من تا جای آزادم که به آزادی دیگری آسیب نرسه. آفرین. باید این آسیب رو معقول‌ترین اول حرفه. متوجه بشیم. آزادی حد دارد، حدش چیست؟ به کسی آسیب نزنه. آسیب زدن به آزادی دیگران. حرف خود جان لاکه. هر آزادی. میدونی چیه؟ شما بیاید تو ساحل اونطوری که میخوای، منم بیام اونطوری که میخوام. من به تو کاری ندارم، تو هم به من کاری نداری. هیچ آسیبی هم بحث نداره. هم دقیقاً اگر آسیب زا باشه آزادیش تلقی میشه. حد آزادی اینه. آزادی مطلق. ببین من نه، اگر آزادی که تو داشتی یا آزادی که من داشتم باعث بشه آزادی فرهنگ اذیت سازی دارد یا دیگران ندارد؟ بشود، این آزادی درسته؟ آقا بزنید تا من باش چالش کنم، آزادی فرهنگ سازی دارد یا نه؟ همین رو میخوام بگم. قبل از انقلاب وقتی رضاخان میگه که این کارو بکنین، حجاب بردارین، علیاصغر حکمت که وزیر معارف بوده تو خاطراتشون نوشته که به محض اینکه این کار کردیم تو کاباره ها زنان فاسد شروع کردن لباسای خیلی بدی پوشیدن، شروع کردن با جوونا و مردا لاس زدن. این نیاز به فرهنگ سازی داره که این اتفاق نیفته. بحث من دو تا چیزه. یک، حق انتخاب رو باید به رسمیت شناخت. اگر ایران 80 میلیون جمعیت داره، 79 میلیون و 999,999 نفر بگن ما حجاب میخوایم، یه نفر بگه نمیخوایم، حکومت بعد امکان رو براش فراهم کنه. دو، مردم خودشون رعایت میکنن. مثال بزنم، ما الان میریم یه عروسی مختلط، یه خانواده مذهبی فامیل میبره، چیکار میکنه؟ میره ته سالن میشینه، میگه که من نمیام اون جلو، تو مراسمتون هم نمیام. مثلا عید با ماه رمضان یکی شده، من نامسلمون بی اعتقاد ملاحظه اونو میکنم، میگم مثلا خانوم اینا روزه میگیرن، عید امسال خونه‌شون نریم یا بعد افطار بریم، دیر بریم. مردم خودشون با هم کنار میان. در فرهنگ ما همیشه این بوده. تو گیلان یه مدل، تو یزد و کرمان یه خورده بسته‌تر. من ساکن ورامینم. ورامین قبل از انقلابش مشروب فروشی نداشت، آدماش هم با حجاب بودن، ولی توریست خارجی که میومد از بناهای دوره ایلخانی عکس میگرفت هیچ کار نداره چی میپوشه. مردم خودشون وقتی با هم برابر باشن رعایت میکنن. چه این به هم میخوره وقتی حکومت بیاد پشت یه سریشون وایسه بگه خب حالا من با یه ایدئولوژی تو رو شارژ میکنم، میری وای میسی میگه اگه رعایت نکردی بله سرویس. آفرین. خیلی ممنون. پس توضیح حکومت خوبی بود. وظیفه اتفاقا یه نکته رو بگم رفقا، ولی این دلیل نمیشه ما حد و حدود رو نبینیم، ما فرایند رو نبینیم، ما تبیین، روشنگری، آگاه سازی رو نبینیم. من این فرمایش شما رو قبول دارم. اگر من خودم تو چهل واحدی زندگی میکردم، انواع آدما بودن، اما
تبدیل شدم به محبوب ترین آدم این ساختمون در بلوار مرزداران. جالب اینجا بود چرا همه هوادار ما شده بودن، منم چرا از من میدیدن هواداری اونا. وقتی میخوام اسنپ بگیرم، نمونه دارم اسنپ میخوام بگیرم، میبینم خانومه خیلی خودشو خوشگل کرده، مرتب کرده، میخواد بره مهمونی، الان منو ببینه شاید خجالت بکشه به خاطر اون رفتار خوبی که از ما دیده. من اسنپمو میگم چند دقیقه صبر کن، وای میستم تا اون بنده خدا بره پیش من که با میام بیرون خجالت نخواد بکشه. این حرمت گذاشتنهای آدما به هم احترام متقابل میاد. بحث انتخابات هم مونده.